چه موقع در ضعیف‌ترین حالت ممکنی؟ وقتی ترس و تردید دارن. تحمل این بار خیلی سنگینیه. اینو یادت باشه، تو تنها نیستی. خدای جنگ، رگناراک. قرار نیست اودین قصر اگه این کارو بکنه باید بهم کمک کنه. میدونم. حتما. شاهین! یا خدا. بارو! مراقبشون باش. من به اونایی که گیر افتادن کمک میکنم. اون طرف دیوار میبینمت. بارو! برو اتریاس! حرف بابات گوش کن. خیلی خوش مدعی دلم به قسمت آخر و پایانی گاد آف وار. حتما بکنین لایک و سابسکرایب بکنین. مرسی به خاطر همه حمایتاتون. عشقای من این سری رو ترکوندید. امیدوارم اون اتفاق بدی که اولای بازی نشونمون داد نیفته، یعنی مرگ کریتوس. تو میتونی عقب بمونی. نمیتونم. دهنتو ویدیو رو برای خانواده و دوست و آشنا و هر کسی که میشناسید بفرستید ببینن یه بازی ویدیویی چقدر میتونه خفن‌تر از فیلم و سریال باشه. وضعیت بد خرابه. وای آخه نمیتونم بذارم کنترلم کنم. وقت خشمه. ارس درون. کار درست آتریاس. کلشو کند. توی کامنتون بنویسید دوست دارید چه بازی دیگه رو این سبکی دوبله شده ببرید جلو. الانم سری مورتال کمبت نسخه جدیدش 12 رو شروع کردیم. تشکر کنم. یه پورتش آپلود شده. اونم ببینید. چون هیچی عوض نمیکنه. بعد این ویدیو البته. بیا سینتری جون. هنوز ناراحت برادرش. با یه حرکت زد و کار درست توی خودش. تیر بزن. باش شما دستور بده. همینجوری ادامه بده. حتما. همون دنیایی که ازش موجودا می اومدن بیرون خرابش کرد. آفرین پسرم، آفرین. عزیز دلی سلطان. یکم دلواپسش بودم، خوشبختانه برگشت. دژ بزرگ، باید بریم اونجا. گوش نمیده. رگناروکو میگه. خب ممکنه الان بزرگترین مشکلمون این نباشه. یارمنگان برگرد پیش خواهرت، باید جلوی رگناروکو بگیری. سور زد شتکش کرد. تو آتریوس و نقابو با خودت ببر پشت سرت هم نگاه نکن. پسرم بهت اعتماد داره؟ پس منم دارم. چه جمله‌ای! وایت نهایی کوچولو، منم از دست تو خسته شدم. دیگه وقتشه، چش تو چش، مرد و مردونه. بازی دیگه تمومه و این بار اجازه دارم بکشمت. مجبور نیست این کارو بکنه.
خیلی بچیه بالاخره کار تموم سورجون با اینقدر HP زود باش صحنه واو پشمان مورد ریزش قرار گرفت منتظر چی هستی؟ پسرم دختر تو دوست خودش میتونه. اگه یه موثرش کم بشه فش شد همچین اتفاقی نمیفته. رحم میکنه سلطان ببین چقدر با اتروس اعتماد داره مگه نمیدونی من چی کار کردم؟ میدونم. بگو الان چی کار میکنی؟ گذشته دیگه گذشته ما عوض نمیشیم ما نابودگریم دیگه نه دیگه نه هر کسی میتونه تغییر کنه برای صلاح بچه هامون باید بهتر بشیم. سلاحش هم برداشت کریتوس ولی کاش سلاح سورو میگرفتیم آبا خفه شو همچین کاری بکنی تو حرف نمیزنی تو پیری فکر کچل. نمی کنی من فکر میکنم و تو عمل میکنی از این ساده طرف چیزی هست؟ خیلی بد رفتاری میکنه سیف در موردت حق داشت همسرش من به حرفش گوش ندادم این چه وضعشه؟ نکنه قاطی کردیم؟ من پدرتم اون چکشو بگیر دستت به هر کسی که بهت گفتم بکش دیگه تموم اون دوران عزیزم نه نه نمیخواستم اینجوری بشه واقعا نمیخواستم که اینجوری بشه پسر خودشو زد با این اودین هیچی حالش نیست دیگه ظاهرا خودم باید وارد عمل بشم آره حراتا قیچی میکنم پس سگم هر تو بدیدنی اودین بیشرف نه کریتوس نمیره این همون چیزیه که میخواستی؟ نقشت فقط همینقدر بهتر از نقشه من بود؟ امیدوارم چیزی که میخواستی و کامل به دست آورده باشی این دیگه چیه؟ هنوز خیلی زوده تنابی که پیدا کردیم پورتای قبل فریاد فکر کردی فقط خودت بلدی بقیه رو طلسم کنی؟ من کل عمرمو تموم اون زمستونای طولانی به این فکر کردم لحظه ای که داری آخرین نفس کثیف تو میکشی چی بهت بگم حقشه اما الان دیگه فهمیدم فقط میخوام یه چیزو بهت بگم تو دیگه هیچ تسلطی روی من نداری وای خدای من یادم رفته بود چقدر بابال زیبا میشی درود به شرفت همسر عزیزم همیشه خیلی حساب شده رفتار میکردی حالا من میخوام بهت نشون بدم از دست دادن همه چیز چه حسی داره جلوی ملکت زانو بزن
من همیشه عاشقت بودم، خودت میدونی. آره معلوم از کاروت. تو هیچ وقت عاشق کسی نبودی. ماسکمون روشن شد. همیشه میگن از این با تجربه باید ترسید. پدر آخر شرکت خودش رو زد. فریا ورود به دنیای مبهم و نامفهوم. تو موفق شدی لوکی. نه 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 دیگه جنگ کافیه. نه الان دیگه هیچ کدومشون مهم نیستن. ببین چجوری خودش عوض میکنه. همه سعی کردن تو رو از من مخفی کنن، اما این سرنوشت توه. قهرمان یوتنام فقط اونه که میتونه نقابو بزن. فقط اون میتونه حقیقت دنیا رو ببینه، رازهای مرگ و زندگی رو برملا کنه. تو هم دنبال هیچ منفعتی نیستی. ای باقی نمونه. تو برای همین به دنیا آمدی، پس نقابو بزن. نقابو بزن لوکی. سوال کن. دوستم دارم ببینم ازش سوال کن. اون پشت چه خبره. چیزای کلوف داره. انتخابش با خودته پسرم. من بهت اعتماد دارم. نوکرم بابا. همین جمله تو خودش به 100 تا این چیزا میارزه. کریتوس شو ولش کن، گوش نکن. آفرین. چرا این کارو کردی؟ سر کریتوس رو خاطر چی بود؟ تو انتخاب کردی هیچی نباشی. روی خودش رو نشون داد. دیدید؟ فاز بعدی شروع میشه. آرسه وای ترکیبی ها. اون تنها شانسمون بود لوکی. میتونستم جوابمو بگیرم، میتونستم حقیقت رو درک کنم. تو رو ازم گرفتی. میتونستم همه چیزو بهتر کنم. ما میتونستیم هر 9 تا قلم روممون رو بهتر کنیم. هیچ وقت قلم رو برات مهم نبودن. منم همینطور. تو فقط به خودت اهمیت دادی. چه نابود کردی خونمو، خونه آدمو، پادشاهیمو. خودت این کارا رو کردی. انتخابات این کارا رو کردن. تو پسر خودتو کشتی. تقصیر من نبود. چاره دیگه ای نداشتم. همیشه یه چاره ای هست. باید تمومش کنی. میتونی انتخاب کنی بهتر باشی. نه شک دارم. باید بدونم بعدش چی میشه. من هیچ وقت کنار نمیکشم. چرا باید این حرفو بزنی؟ سوفنا آبفرا دزو سوفنا حسان روحشو کشید. سوفنا توی روی لوکی. خیلی یاد آواتار افتادم. انیمیشنه بود آخرین باد افزار. قشنگ بود. باید باش چی کار کنیم؟ بکن تو کوچه های شهر. و از کجا؟ میدیم به صاحبش. قسم خوردم دیگه حق انتخاب بین مرگ و زندگی رو ازت نگیرم. من خیلی برای این لحظه صبر کردم.
انجامش بده، بشکنش دیگه تموم میشه. اما الان که اینجام نمیخوام بارش رو دوش من باشه. جلوی جنون اودین گرفته شد، فقط همین مهمه. آخر فیلم آمریکایی هم همینجوری تموم میشه. دنبال قاتلن. رحمت بر پدر و مادرت سیندری جون. درود به شرفت. بعدش همینه. عشقه. همین درسته. اونم چند قسمت طولانی، چند صد قسمت میره دنبال قاتله، بعدش هم میگه میبخشمت. راگناروک بهترین کارو کرد واقعا. خدایش عقل تو مغز این دوستان نیست. باید بریم نابودی آسگارده و وقت رفتنه. جلوگیری ازش غیر ممکنه. چراهی محرمان است، دنبالم بیاید، زود باشید. آخه سگمونه. بریم پسر بیا پسر. فریا تو باید بری. فریا وقتشه. بدرود عزیزم. آتریوس بغلش کرده. هر چیزیم که بشه من کنارتم. خوشبختانه کریتوسی چیش نشد. اما مسیر تو برای خودته. دنبالش کن تا به همون جایی که باید باشی برسی. مادرش. مامان من پیشتم. بیدار شو آتریوس، بیدار شو. تو کی؟ من کیم؟ شما کی؟ ولی خوشگلی اون ماسک تو برده. خوشحالم برگشتی پیشمون. سیاهه؟ سلام. علیک السلام. پدرم کجاست؟ همینجا توی بیشه است. خوبه. از دیدنت خوشحال میشه. گفتم الان یه لحظه میگه بابا تو میخوای بیا مرده. انشالله هیچ وقت اون روز نیاد. ممنونم مهر. سلامتی همه پدر و مادر. چه زود گذشت این همه درگیری بالا و ما پایین. چطوری اومدیم اینجا؟ با برج‌ها، با کمک دوستت و یه گرگ خیلی بزرگ و همینطور استعداد ما والکریا موفق شدیم. ما تونستیم اونایی که نجات پیدا کردن رو بیاریم اینجا. به حتمی میسو اونایی که نجات پیدا کردن زیادن. بیشتر از چیزی که انتظارشو داشتیم. ایول. اینجا زخمی ها رو درمان میکنیم. بقیه رفتن اون طرف بیشه چادر بزنن. یعنی آزگاردیون ممکنه زنده فریر موندن. سلام ما رو به پدرت برسون آتریوس. اون هنوز اون بیرونه. برادر حتما فریا آتریوس نمی‌دونیم چی همین شد. اطرافه. مامان بس کن، من خوبم. کاش این خرابی ها به بار نمی اومد. همه چی درست میشه. شاید چند سال طول بکشه. هوگین موفق شده. خوش به حالش. اگه میتونین این چوبا رو ببرین چادر برانر. داداشی لوکی سلام. خوشحالم که اون ضربه باعث نشده منو فراموش کنی. منو که یادت نرفته سر ضربه خورده بود یا شایدم یه شی دیگه، نمیدونم. به هر حال پسر من واقعا خوشحالم که تو رو الان دارم میبینم. منم از دیدنت خوشحالم. انگار سر خودتو گرم کردی. نه فقط کمک کردن به مردم رو دوست دارم سعی میکنم برای همه هیزم جمع کنم و اون دوستای گرگیت بهم کمک میکنن شکار کنیم. کلی غذا برای سیر کردن همه داریم. جدی میگی؟ معلومه که جدی میگم و بابت همه چیزم ازت ممنونم. بدون تو و دوستات ما الان اینجا نبودیم. خواهش میکنم، قابلی نداشت. فقط ای کاش میتونستیم آدمای بیشتری بیاریم اینجا. لوکی کارت خیلی خوب بود. ممنونم اسکولدر. مراقب خودت باش. حتما، منو که میشناسی.
خیلی حس ببینم کسی خوبیه. پتوی اضافه نداره؟ برفا دارن آب میشن ولی بازم هوا خیلی سرده. حال همه خوب، یه پایان خوش. اون موقعی که با اسکیت بلدنیر گلاویز شد و یادتونه؟ خوشحالم که به هوش اومدی. فریا انتخاب خودش بود. نمیتونستم این حقو ازش بگیرم. اون هممونو نجات داد. هیچ وقت اینو فراموش نمیکنم. خانواده ای که داشتم تکه تکه ازم گرفته شد. اما تو خانواده ای که انتخاب کردم آرامش دارم. میدونی حق با مادرت بود. آخه با وجود همه چیز تو واسه اون کمان ساخته شدی. تو یه جنگجوی بزرگی، حتی بیشتر از اون. تو قلب مهربونی داری. هر بلایی که سرت اومد نتونست تغییرش بده. تو مردی شدی که خیلی بهش افتخار میکنم. ممنونم به خاطر همه چیز. من برم پدرمو پیدا کنم. حتما. برادرش نجات پیدا اتریوس، نکرد. خیلی ما رو ترسوندی پسرک. منم از دیدنت خوشحالم میمیر. گوش کن، میخوام ازت تشکر کنم. وای، از باهوشترین مرد دنیا چه انتظار دیگه ای داشتی؟ فقط به خاطر هوشت نیست. تو به حرفم گوش دادی، راهنماییم کردی و خب اساساً تو پدر دوممی. نه اینطور نیست. باید به هم گوش بدی. من خیلی تحسینت میکنم. ها؟ منم دوست دارم داداش کوچولو. میبینمت میمیر. از دیدنت خوشحالم آتریوس. منم همینطور هیلداس وینی. براز مناطق محروم. خوشحالم که اون بچه سالمه. خیلی نگرانش بودم. کریتوس اینجا هم جای قشنگیه مگه نه؟ هیچ سر و صدایی نیست. امروز کارت عالی بود پسر. من بهت افتخار میکنم. شاید بعداً نگران نباش، برات خوراکی پیدا میکنم. خیلی خوب، حالا نوبت منه. اون کیه ها؟ آره میشناسیمش. شاید یکی از همین روزا بتونم غافلگیرت کنم. همین الانش همین کار کردی. واقعا خوشگل این گل. چشاشو عسلی، عسل و مصب عسل. پیش خوب کسی اومدی. همه توی این اتفاق سعیم بودن. من، شما، انگیر بودو، گرگ عزیز. ممنون که نجاتمون دادی. من تصمیممو گرفتم. خیلی بهتره که خودم پایان داستانمو بنویسم. کاری به کتیبه متیبه نداشته باش. هنوز به پدرت نگفتی نه؟ چیو بهش بگم؟ بی خیال. من اون تصاویر جاینتیو دیدم، درکت میکنم. مشکلی نیست. چیکار کنه؟ یادم نیست. همه وجودم بهم میگه این کاریه که باید انجام بدم. من فقط نمیدونم چطوری بهش بگم. با من بیا. باید یه چیزی رو نشونت بدم. کریتوس رو ناراحت نکنی و پدر سگ. به هر دوتون. عشق. نمیخواستم سرزده بیام. این برای شما هم هست. بغلو بدی به بابایی. اوج احساسات و پسرش مثلا حالش. آتریوس، خوشحالم که حالت خوبه. منم خوشحالم حال شما خوبه. همینجوری خوشحالم که حالت خوبه. احساسات موج میزنه. خب آخر قصه چی شد؟ چی؟ قبل از رگناروک قول دادی اگه خوابم ببره بعدم برام تعریف کنی.
وقتی که مرگ فرا رسید از پیرمرد پرسید چرا صداش کرده. پیرمرد با دیدن مرگ توی درخواستش تجدید نظر کرد. بعد از چند لحظه از مرگ خواست بهش توان بده تا بتونه دوباره سفرش رو از سر بگیره. برای مرگ آماده نبوده. دلش میخواست به زندگی ادامه بده. اونجا چقدر دوده. به نظر میرسه آزگارد حسابی داغون شده و تکه‌هاش همه سرزمین رو فرا گرفته. شاید هنوز یه چیزایی توی دژ وجود داشته باشه، ولی شما رو برای دیدن اونا به اینجا نیاوردم. پس چی؟ داستان پیرمرد خود کریتوسه. خوشحالم که پیشگویی انجام نشد. یعنی گادوفار 6 هم داریم. پس و پیش. شایعات زیادی میگن داخل مصر اتفاق میفته. فعلا نزدیکترین بازی که قراره از این سری بیاد ریمیک یا ریمستر سگانشه. گادوفار 1 و 2 و 3 اصلی قدیمی. مادرش؟ آره اون سمت چپه. معبد من در یوتنهایم. اون نابودش کرده. اون نمیخواست سرنوشتمونو بدونی. به خاطر اون بود که راهمونو پیدا کردیم. اون از مردمش رو برگردوند. مردم ما تا از تو محافظت کنه. مادر این باز نمیشه. متاسفم. راست میگه؟ پدر، من باید در مورد یه چیزی باهات صحبت کنم. جاینتای دیگه یمون بیرون هستن. آها، فکر کردم مرگشو میگه. من باید پیداشون کنم. فکر کنم بدونم باید کجا رو بگردم. میخواد بره. آخه مسئولیت اونا کامل به عهده منه. باید تنهایی این کار رو انجام بدم. نمیخوام تنهایی انجامش بدم، اما مجبورم. توضیحش خیلی سخته. این میترسونته؟ آره. به خاطر همین باید انجامش بدی. همونجور که بهم یاد دادی. آره. اگه امروز جون سالم در بردیم به خاطر تصمیمای توه. این که به کی اعتماد کنیم و کیو دوستمون بدونیم. پسرم، تو آماده ای؟ پای بدنم سیخ شد. ازت خواهش میکنم قولمون یادت نره. مراقب خودت باش. لوکی میره. آتریوس میمونه. آخه مراقب همه باش. فیوز با دوست دخترش میره. ما رو ول کرد. کریتوس جان من پیشتم. ما پیشتیم. ببین حالا بعدم با چند تا بچه میاد خدا میدونه.
باهاش نمیره؟ تنها زود قضاوت کرد. موفق باشی آتروس. توف تو روی تو که اینا رو انداختی تو ذهنش، ولشم کرد. پرفکت ترین پایان ممکن بود. احتمال ساخت مستقلی بازی آتروس هم برد بالا. ماجراهاش چیکار کنیم سلطان؟ یه کتیبه دیگه؟ این دیگه چیه؟ کریتوسه. رقایق. اونم نماد رومه. اینجا با آتروسه. مبارزه با سور. سرنوشت دوم کریتوس در صورتی که سور زنده مونده و به خدای محبوب بنده هاش تبدیل میشه. لرزش صورتش ببین. تو دیگه اون کریتوس قبلی نیستی عزیزم. محبوب دلهایی. اونجا چی دیدی برادر؟ چیزای خوب؟ یه مسیر. مسیری که هیچ وقت تصورشم نمی کردم. خدا جنگ بعدی حالا چی میشه؟ خیلی کار داریم. خیلی چیزا رو باید بسازیم. میسازیم. فکر کردم الان میگه خیلی چیزا رو باید ولش کن. به من ملحق میشین؟ البته. دوستان واقعی شما باشه میکنیم. ریدم تو هرچی بچه هست. والا اینا موندن پیشه. عشقنا. ماجراجوی جدید داریم میاری. زمان زیادی نمونده. بر اساس پیشگویی فیمبلوینتر به رگناروک منتهی میشه. جنگ در راهه. تو واقعا دنبال جنگ نیستی؟ با اون همه خون رو دست خودت، رو دست پسرت. فقط در صورتی که به سرنوشت اجازه بدی محدودت میکنه. ما سرنوشتمون رو خودمون رقم میزنیم.